الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سؤال آمده است که حکم زنا، عاقبت زنا و حرام بودن زنا را ذکر نمایید و کمی درباره زنا، البته بدیش، صحبت نمایید. بارک الله فیکم. در حقیقت این یک مریضی است و یک فتنه سنگین و سخت است که امروز در تمام جامعه ها مشاهده کرده می شود. زنا امروز پهن گشته است و این علامت آخر الزمان است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: یأتی اقوام او زمان على امتی یستحلون الحر والحریر والخمر والمعاظف. یک زمان به امت من می آید که زنا را حلال می کنند. خمر، زنا، شراب نوشی و موسیقی و شالکوی، لباس ها پوشی، ابریشم پوشی را حلال میکنند، در حالتی که حرام است. امروز سبحان الله، البته هیچ کسی حلال نکرده است، زنا حرام است، اما میبینید که گویا حلال است و مردم سبحان الله به یگان ترس و به یگان فکر عاقبتش به این عمل زشت و قبیح دست میزنند. سبب این است که در این زمان فتنه زیاد شده است و راه‌های به زنا رسیدن آسان شده است و سبب اساس این است که عقوبت اسلامی در بالای زناکاران جاری کرده نمی شود. حد اسلامی وجود ندارد. امروز در زمین های کفری، در دارالکفر، وقتی که مسلمان ها زندگی می کنند در زیر قانون فساد بشری، قانون وضعی دموکراتی، زنا این یک کار عادی هست. البته کافرها گفتند، مرتدها، که اگر یک مرد و یک زن به همدیگر راضی شوند و هم جنسگرایی کنند، مقصد زنا کنند، این باکی ندارد. اما اگر یک زن راضی نشود و زن را مجبور کنند و زنا کنند، در این حالت گویا که بینایت کاری جریمه شده است. اعوذ بالله من ذلک. و البته این تبدیل حکم الله است و رد کردن حکم الله است. حکم الله زنا را بیان نموده است و گفته است مرد و زنی که نکاح ندارند به همدیگر رضا می شوند، همدیگر را دوست می دارند، عاشق می شوند، زنا می کنند، این زنا است و باید صد درجه زده شود، در حالتی که اینها دختر و پسر باشند، پسری که بی زن، زن نگرفته باشد و دختری که شوهر نکرده باشد. اما در حالتی که این مرد زن گرفته است و یا که زن بیوه هست یا شوهر دارد، در این حالت هر دوی این باید سنگسار کرده، قتل کرده شد و این حکم الله است. کسی خواهد قبول بکند و کسی خواهد رد بکند، فرقی ندارد. این حکم الله است. ابا من ابا و شاء من شاء. کسی نخواست، کسی خواست. این حکم الله است. پس بارک الله فیکم. سبحان الله، زمانی که به کوچه میبرید از برآمدن تا در آمدن فساد است. زمانی که در زمین های مسلمانان حکم طاغوت و دموکراتی است، یا که حکم علمانی است و حزبی است، یا که حکم لیبرالی است. یک زمین نمانده است که حکم حقیقی قرآن و سنت 100% در اونجا جاری بشود، الا من رحم الله. سبحان الله. و این مصیبت است و سبب زنا همین است. نبودن قانون الله این سبب زنا است. جاری نشدن حکم الله سبب منتشر شدن زنا است. پس در حقیقت زنا بدترین عمل است. الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 33 ذکر میکند و میگوید:
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگوی محمد صلی الله علیه وسلم هر آینه رب من الله خالق حرام کرد فاحشه ها را، تمام نمودش را، که همین فواحش، فاحشه همین زنا است. الله رب العزت و الجلال زنا را حرام کرده است، تمام نمودش را، مقدمه زنا یا که زنایی که تا آخر می رود. ما ظهر منها و ما بطن، فاحشه که ظاهر باشد یا پنهانی باشد. و این آیت 100% دلالت میکند که زنا این حرام است و زنا این گناه کبیره است و اکبر الکبائر است. و در سوره اسراء آیت 32 الله میگه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا، به زنا نزدیکی نکنید. ولا تقربوا الزنا، الله به نهایت مبالغه در منع کردن زنا میکرد، میگه به زنا هیچ نزدیکی نکنید، زیرا که زنا این فاحشه است، یعنی قبیح است، به نهایت بد است. وساء سبیلا، به نهایت راهی بد و دردناک و بدبختی است. سبحان الله. و الله سبحانه و تعالی اینچنین در سوره نور ذکر میکند و میگوید الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زنا کننده زن و زنا کننده مرد را 100 دره بزنید، 100 جلده زنید. هر یک اونها را، زن و مرد را که زنا کرده اند، در حالتی که اینها زن یعنی دختر است، دختره که باکره باشد، مرد هم بیزن باشد، مرد هم زن نگرفته باشد و هر دوش زن و مرد باکره باشد، باکر و باکره باشد، در این حالت وقتی که اینها زنا کرد، بچه های جوان زنا کرد، اینها را 100 درگی هر یکش را زنید و به اینها ملایمی نکنید، مهربانی نکنید. پس این دین الله است. اگر ایمان به الله و روز قیامت آورده باشید و عذاب این دو زناکاری که زده می شود، در زده می شود، عذاب این زناکارها را طائفه از مؤمنین باید مشاهده بکنید. یعنی مردم را جمع بکنید، اعلام بکنید، به یک مرکز بیارید و این زنا کننده ها دختر و پسر را بیارید، به اینها 100 در زنید، مردم تماشا بکنند و ببینند که این عاقبت زناکاران چی است. الله میگه در دوامت الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه، مرد زناکار نکاح نمیکنند مگر هم یک زنی زناکار را یا که مشرک را. و زانیه لا ينكحها الا زان او مشرک، و زنی زناکار نکاح نمی کند، زن نمی شود مگر هم به یک مرد زناکار یا که مشرک. و حرم ذلك علی المؤمنین، و برای مؤمنین گرفتن زناکار یا که گرفتن مشرک یا که شوهر به شوهر برآمدن به زناکار مشرک حرام شد. الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه و الزانیه لا ينكح الا زان او مشرک و حرم ذلك المؤمنین. برای همین علما، بعضی از علما ذکر نمودند که یک جوان مرد و یک جوان زن پیش از خانواده شدن به همدیگر عشق و محبت کرد و زنا کرد، هر دوش به همدیگرش حرام است و دوم براتبه به همدیگرش نکاح کردن نمیشد. البته قول دیگری وجود دارد. در حقیقت این عملی زشت است که الله سبحانه و تعالی در چندین آیات های قرآن ذکر نموده است. ببینید که ما 3 آیات رو به شما ذکر کردیم و البته در دوام آیات در مسئله به زینوکار، مثلا به زینوکار تهمت کردن و غیر ذلك ذکر شده است. قذف، مسئله القذف. و الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر به نهایت
خوب ذکر می کند و موقع خوب است که می گوید در البته سوره فرقان آیت 68 می گوید والذین لا یدعون مع الله الها آخر، یعنی صفات های مؤمن رو بیان میکرد. در اول آیت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان ذلک بیانا، مؤمنون کسانی هستند که وقتی که نفع میدهند، صدقه میدهند، اسراف هم نمیکنند و خسیسی هم نمیکنند و بین نفقه مسرفانه با اسراف و غیر اسراف بین هستند، نه بخیلگی میکنند نه اینها اسراف میکنند. و بعد از این میگه مؤمنان کسانی هستند که با همراهی الله یگان اله باطل را دعا نمیکنند، نمیپرستند، فقط الله را میپرستند و نفسی که الله قتل کردنش را حرام کرده است نمیکشند، انسان کش نیستند. یعنی انسان هایی که الله حرام کرده است کشتنش را، مؤمن، مسلم، موحد، مگرم به حق، یعنی کشتن به حق. البته مؤمن را هم به حق کشتن، موحد را هم به حق کشتن یا یک مسلمان را به حق کشتن جایز است در حالت قصاص، در حالت و غیر ذلك. و مؤمنان کسانی هستند که ولا یزنون، زنا نمی کنند، و ما یفعل ذلك یلقى اثامه، و هر کسی که همین عمل رو انجام داد یلقى اثامه، یعنی اثامه عقوبت است، به عقوبت گرفتار میشوند. یعنی هر کسی که به غیر الله یک اله دیگر رو پرستش کرد، نفس هایی که الله کشتنش رو حرام کرده است کشت و زنا رو انجام داد، باید داند که یکی از اینها رو یا که انجام داد یا هر سهش رو یکیش رو انجام داد، به عقوبت سخت گرفتار می شود. عقوبت هم در این دنیا و هم در آخرت است. سبحان الله. پس این آیت هایی بود که آشکار و واضح و روشن دلالت می کند که زنا حرام است. و این چنین در سوره احزاب آیتی هست که البته حکمش وجود دارد، تلاوتش منسوخ شده است. البته مسئله ناسخ و منسوخ رو ما در دیگر حلقه باش ذکر میکنیم، لیکن در این آیت ذکر میکنیم که الله سبحانه و تعالی مردان زیناکار، یعنی مردانی که زن دارد با زنا میکند و زنهایی که شوهر دارد با زنا میکند، حکم اونها رو ذکر میکند. زنهای بیوه یا که زنهای شوهردار یا بیوه و غیره رو حکمش رو زیاد میکند. یعنی مرد و زنی که زن و شوهر دارد. میگد الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. اگر یک مردی کلان سالی که زن دارد و یک زنی کلان سالی که شوهر دارد یا که بیوه هست زنا بکند، اینها را رجم بکنید. نمود رجم کردن یعنی زمین رو کمی میکوید، چقور میشود تا نصف میان انسان، این زن و مرد رو به همون جا میگذارید و با سنگ این زناکار زن و مرد رو زده، با سنگ زدن میگیرید تا اون زمانی که با ضربه سنگ ضربه خورده و در آخر وفات میکند. و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک زنی رو رجم کردن و قتل کردن و این حکم الله هست. باز میگیم کسی خواست و کسی نخواست والله اعلم، لیکن کسی نخواست مرتد است، کافر است و به همین عقیده بمیرد جنت برایش حرام است و دوزخ برایش واجب است. باید خواهی و باید قبول بکنی و باید سرخم بکنی، علاج نیست. و الله عزیز و حکیم است. پس این آیت آیا در قرآن هست؟ البته در قرآن این دیده نمی شود، زیرا که تلاوت این آیت منسوخ شده است اما حکمش باقی است. پس بارک الله فیکم. این آیت ها واضح آشکار دلالت می کند که زنا حرام است و بدترین عمل است و زناکاران به عذاب سنگین گرفتار می شوند. حدیث های را ما از رسول اکرم صلی الله علیه و ذکر میکنیم. در حدیث بخاری و مسلم روایت شده است، حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و میگن لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. زنا نمی کند زناکار مگرم اینکه ایمانش از زناکار می رود. یعنی انسان زناکار مؤمن نیست، مسلمان نیست. انسان زنا کننده در حالت زنا کردنش هیچ ایمانی ندارد. در حدیث آمده است که یعنی علما میگن ایمان انسان
از تنش بیرون می شود، در یک طرف می ایستد و بعد از اینو را انجام دادن ایمان باز می گردد. سبحان الله. و از این حدیث متفق علیه باز عبدالله ابن مسعود روایت میکنه رضی الله عنه، میگویند که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الذنب عند الله اکبر، ای رسول الله در نزد الله کدام گناه بزرگترین گناه است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ان تجعل لله ندا وهو خلقك، بزرگترین گناه این است که به الله یگان شریک را قرار بدهی در حالتی که الله تو را خلق کرده است. قلت ثم ای، بگفتم ای رسول الله باز کدام گناه بزرگترین گناه است؟ گفت ان تقتل ولدك خشیة ان یطعم معك، فرزندت را بکشی به خاطر اینکه یعنی فرزند را بکشی که از ترس آن که با همراه تو خوراک بخورد، یعنی از ترس رزق فرزندت را به قتل رسانی. امروز ابورت کننده هایی که از ترس رزق ابورت میکنند. قلت ثم ایو، من بعد از این بگفتم، عبدالله ابن مسعود میگند که به رسول الله گفتند که بعد از این گناهی بزرگترین کدام گناه است؟ گفتند ان تزانی بحیلة جارک، به دختر همسایت زنا بکنی. بعد از شرک، بعد از فرزند کشی، بدترین گناه زنا است. و باز در حدیثی که امام ابو داود در سننشون و ترمذی در سننشون و امام البانی صحیح میدونند آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگند اذا زن العبد خرج منه الایمان فكان على رأسك الذل فاذا اقلع رجع الیه، یعنی زمانی که بنده زنا میکند ایمان بنده از وی بیرون میشود و همچون سایه در بالایش میایستد. وقتی که از زنا دور شد، زنا را به پایان رسانید و بازگشت، باز این ایمان میگردد. سبحان الله. اگر در بالای زنا مرد چی؟ به ایمان میمیرد، گرچنده که ما کفر اکبر نمیگوییم، لیکن به نهایت عذابش سنگین است. در روایت طبرانی آمده است که شیخ البانی صحیح میکنند رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، در یگان دهه و شهر و مکانی که زنا و پرتسنت خوری آشکار شود و ظاهر شود، به تحقیق همین مردم به نفسهایشان عذاب الله را حلال کردند. مرحمت مردم تاجیکستان، امروز آیا در بین شما زنا، ریبا و پرتسنت هست یا نیست؟ همه شما شهادت میدید که پرتسنت جوش میزند، ریبا هر سری خانه هست. و بعضی از صوفی این علماء سوء گمراه شده فتوا بر ریبا هم دادند، ریبا را حلال کردند، چیزی حرام را فتوا دادن به حلال. خیلی که رسول الله گفتند در آخر زمان همچنین میشود. و این چنین در این روزها به من برادران خبر میرسونند، دوستان، و البته با این اخبارها میبینیم که اخلاق دختران و پسران و نوجوانان به درجه پایان ترین رسیده است و زنا جوش میزند. زنا بالای زنا است. الله المستعان، الله المستعان و الیه التکلان. پس سببش چیست؟ سببش دشمنی کردن به دین الله است، سببش دور ماندن از قرآن و سنت است و سببش نبودن حدود الله و قانون الله است. پس زمانی که زنا در یک مکانی آشکار شد و ظاهر شد، پرتسنت آشکار و ظاهر شد، یک چیز عادی شد، فحش و فاحشه جوش زد، در همون مکان عذاب الله می آید و عذاب الله به اونجا دور است نزدیک است می آید و حلال شد. عذاب الله به اینجا حلال است. از ابی امامه روایت شده است که البته این روایت رو امام احمد در مسندشان روایت میکنند و البانی و ارناؤوط این روایت رو صحیح دانستند. آمده است که ان فتى شابا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فاقبل عليه القوم فزجروه وقالوا مهمه فقال أدنه فدنا منه قريبا فجلس فقال أتحبه لأمك أو لأمك. ابی امامه میگن که یک جوان به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله به من برای زنا کردن اجازت بده که زنا بکنم. تمام مردم این جوان را زجر کردند، گفتند مه یعنی یک سخن تعجب عربی. رسول اکرم گفتند اجازت بدید بیاید. این جوان به نزد رسول الله آمد، نزدیک نشست. رسول الله گفتند آیا دوست می‌داری به مادرت؟
اتحبه لامک؟ آیا تو دوست می‌داری که کسی با مادرت زنا بکند؟ گفت نه، قسم به الله دوست نمی‌دارم. لا والله جعلنی الله فداک. نه قسم به الله، الله فدایم، الله مرا فدای تو بکند، من دوست نمی‌دارم که به مادرم کسی زنا بکند. و رسول الله گفتند ولا الناس يحبونه لامهاتهم. مردم هم دوست نمی‌دارن که به مادرهایشان کسی زنا بکند. افتحبه لابنتک؟ آیا دوست می‌داری که کسی به دختری تو زنا بکند؟ گفت قسم به الله که یا رسول الله دوست نمی‌دارم، الله مرا فدای تو بکند، من دوست نمی‌دارم که کسی به دختری من زنا بکند. رسول الله گفتند ولا الناس يحبونه لبناتهم. اینچنین مردم دوست نمی‌دارن که به دختران اونها کسی زنا بکند. افتحبه لاختک؟ آیا دوست می‌داری که کسی به خواهری تو زنا بکند؟ گفت نه قسم به الله دوست نمی‌دارم، الله مرا فدای تو بکند. رسول الله گفتند ولا الناس يحبونه لاخواتهم. مردم هم به خواهرانشان دوست نمی‌دارن که کسی زنا بکند. افتحبه لعمتک؟ آیا به عمت می‌خواهی که کسی زنا بکند؟ جوان قسم خورد نه قسم به الله که نمی‌خواهم که به عمم کسی زنا بکند. رسول الله گفتند مردم هم نمی‌خواهند که به عمه‌شان کسی زنا بکند. آیا به خاله‌ات می‌خواهی که کسی زنا بکند؟ نه قسم به الله نمی‌خواهم. جوان جواب داد. رسول الله گفتند مردم هم نمی‌خواهند که کسی به خاله‌های اونها زنا بکند. پس رسول الله دستشان را به این جوان گذاشتند و گفتند الله این را ببخش، اللهم اغفر ذنبه، الله این جوان را گناهش را ببخش، و طهر قلبه و قلبش را پاک گردان، و حسن فرجه و فرجش را از زنا دور گردان. فلم یکن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء. و بعد از این دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جوان به دیگر چیزی نگاه نمیکرد، یعنی به زنا هیچ اهمیتی نمیداد. الحمدلله این دعای رسول الله بود. و این چنین زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جنت رفتند، از جنت با خبر شدند و بعد از این به دوزخ رفتند، یعنی به دوزخ نرفتند بلکه از دوزخ با خبر شدند، اطلعت، دوزخ را به رسول الله آوردند و نشان دادند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زناکاران را دیدند که به سبب زنا اذیت میکشند از فرجهایشان، و زن از سبب بی‌ستری اذیت میکشد. پس ای برادرم خودت را از زنا نگه دار، از این لذتی 5 دقیقه که می رود و عذابش ابدالابد باقی است خود را نگه دار، ایمانت را نگه دار و به الله همیشه توبه کن و طلب بکن که الله تو را حفظ بکند. اولین راه نجات و وقایه و خودداری و نجات از زنا این دعا هست. از الله طلب نما که الله تو را از وسوسه شیطانی این زنا نجاتت بدهد، قلب تو را پاک گرداند، فکر تو را پاک گرداند و از زنا دورت بکند و الله به حلالش تو را از حرامش بینیاز گرداند. اللهم اغننی بحلالک عن حرامک، مرا به حلالت غنی بساز، از حرام نجات بده. و سبب دوم تلاوت و ذکر و عقیده صحیح. سبب سوم عذاب دردناکی الله را فکر و اندیشه نمودن که به سبب زنا چی عذاب بزرگی را وارد می شوی. و آیا تو به این آتش سوزان طاقت داری؟ البته نه. و چهارم البته زن گرفتن، زن یک داشته باشی، زنی دو 3 4 زن را گرفتن و از زنا دور شدن، و البته تنها نگشتن، در بین موحدین گشتن و با همراهی موحد بودن، این سبب می شود که انسان از زنا دور بشود. بارک الله فیکم. این بود مختصرا در مسئله این زنا. اما آیا توبه زناکار قبول است یا نیست؟ البته توبه زناکار قبول است. خود الله در این آیات ها میگوید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یعنی مگرم کسانی که توبه کردند، ایمان آوردند و توبه کردند، عملی صالح انجام دادند، از زنا دست کشیدند، زنای کرده را گناه را مغفرتش را از الله طلبیدند، توبه کردند و دیگر به زنا باز نگشتند و گشتن نمیخواهند، الله بخشنده مهربان است.
البته حکم زنا گناه کبیره است. کسی که زنا کرد و توبه نکرد و وفات کرد و مسلمان و نمازخوان و موحد بود البته مستحق عذاب است، اما الله به کسی خواهد میبخشد. اما کسی که توبه کرد البته الله وعده داده است که توبه کنندگان را میبخشد. بارک الله فیکم. پس از زنا دست کشید. شما گمان نکنید که پنهانی شما را نجات میدهد. الله از سر شما و آشکاری شما، علانی شما با خبر است.